همگی چطورید؟ بلولاک بعد از 2 هفته به چپترهای کاملش برگشت و هیجان بازی رو به اوج رسوند. تیم نیجریه بعد از گلی که خوردن تو شوک فرو رفتن و هر طوری که شده میخوان به بازی برگردن و کاپیتانشون کاسو برای پیروزیشون به آب و آتیش میزنه. ولی در همین حال بازیکنهای دیگه بلولاک ژاپن چنان شروع به درخشیدن کردن که کسی جلودارشون نیست. این چپتر پر از چیزای هیجان انگیزه و قرار هیجان انگیزتر هم بشه. چپتر 315 مانگای بلولاک با عنوان این دیگه چیه شروع میشه. بعد از به ثمر رسیدن اولین گل بازی توسط باچیرا، گزارشگرهامون سر از پا نمیشناسن. یکیشون پشت سر هم اسم باچیرا رو صدا میزنه و دیگری پشت سر هم میگه گل گل گل. در همین حال ایگو روی نیمکت نشسته و هیچ واکنشی به گل باچیرا نشون نمیده. من حداقل انتظار داشتم دستاشو یه مشتی بکنه و بگه که گل زدیم، ولی چون از این کمتر از شاگرداش انتظار نداشت و مطمئنه که دارن تمام تاکتیکاشو انجام میدن، دیگه واکنشی از خودش نشون نمیده. در حالی که گزارشگرا از باچیرا تعریف میکنن و میگن که باچیرا از 2 بازیکن قدرتمند برای گل زدن رد شد و پادشاه دریبل کردن ژاپنه، باچیرا میپره رو هوا و یه پشتک زیبا میزنه. این یکی از باحالترین شادیهای گلش بود و حتی بونا با اون هیکلشو شوکه کرد. عجیب ترش اینه که اگه به اسکوربورد نگاه کنیم میبینیم که فقط 3 دقیقه و 40 ثانیه از بازی گذشته. درسته که ژاپن خیلی زود به گل رسیده، ولی بازی که اینقدر زود گل داشته قرار رفته رفته جذاب‌تر هم بشه. باچیرا بعد از شادی گلش لبخند میزنه و یاد تمرین اختصاصی 14 روزش میفته. 44 روز پیش وقتی با دستور ایگو به مدرسه ابتدایی رفته بود، همه بچه‌ها ازش خواستن که بهشون فوتبال یاد بده. اولین چیزی که میخواد بهشون یاد بده روپایی زدنه. باچیرا ازشون میخواد که اول توپو با پاشون بلند کنن و بعدش با نوک پاشون بهش ضربه بزنن. بچه‌ها تمام تلاششون رو میکنن ولی هیچ کدومشون نمیتونن انجامش بدن. باچیرا که هنوز نفهمیده که با بچه‌ها طرفه، بهشون میگه که زیاد فکر نکنن و فقط احساسش کنن، انگار که دارن بازی میکنن. آقا فکر کرده که همه مثل بچگیای خودشن. این حرفا بیشتر باعث میشه که بچه‌ها توپو به سر و کله هم بزنن و از فوتبال بعدشون بیاد. باچیرا آخر مغزش به کار میفته و متوجه میشه که چیزی که برای اون واضحه برای بقیه نیست و روش آموزشش رو تغییر میده. این دفعه به بچه‌ها میگه که توپو با دستشون رو پاشون بندازن و به طرف بالا بهش ضربه بزنن و با دستشون توپو بگیرن. با این روش بچه‌ها آخر روپایی زدن و یاد میگیرن و بعضیاشون حتی میتونن از دستشون هم کمک نگیرن. باچیرا متوجه معنی حرفای ایگو میشه که بهش گفته بود با یاد دادن به دیگران بچه بودن رو بفهمه. برای اینکه به دیگران چیزی رو یاد بده باید احساساتش رو با کلمات بیان کنه. این بهش اجازه میده که بتونه از لحاظ احساسی رو کارهایی که میکنه تسلط داشته باشه و بفهمه که استعدادهای اساسیش چیان. با همه اینها باچیرا به این نتیجه میرسه که ایگو میخواد با این تمرین ویژه کاری کنه که استعداد ذاتی که داخلش پنهان شده رو کشف کنه. باچیرا فهمیده که دفاع و پاس دادن و شوت کردن تو ذات اصلیش نیست، بلکه ذات اصلی استعداد فوتبالیش دریبل کردنه. اینطوری نیست که کسی به من خواستگاه سرگرمیمو یاد داده باشه. من دریبل کردن و تبدیل به ایگو میکنم و نفر اول تو جام جهانی میشم. با تموم شدن فلش بک اونازی به باچیرا نگاه میکنه و به جای عصبانی بودن و ناراحتی میگه این پسر بهترینه. مثل اینکه اونازی تا 3-4 تا گل نخورن همینطوری شاد و شنگول قراره باشه و هنوز لاکت این نکرده و بازی رو جدی نگرفته. کاپیتانشون کاسو به همتیمیاش میگه که غافلگیر شدن و باید دوباره تاکتیکشون رو امتحان کنن. بلو و بونا هم میگن که وقتشه که جوابشون رو بدن. خب عزیزان، بدون عوض کردن تاکتیک این حرفاتون به درد هیچی نمیخوره. همین چند ثانیه قبل بود که از بازی بلولاک کپ کرده بودید. حداقل یه چیز جدید رو کنید. در حالی که اونازی از همتیمیاش میخواد که بهش اعتماد کنن، بازی دوباره شروع میشه. کاسو با یک حرکت زیبا باچیرا رو جا میذاره و خدای دریبل کردن دریبل میخوره. باچیرا با لبخند از مهارت دریبلش هم تعریف میکنه. کاسو میگه ما به سمت جلو در میانه میدان حرکت میکنیم و من محور اصلی این حرکتم. من باید حواسم به یویچی ایساگی باشه و با تغییر استراتژی بازیمون توپو بدون دخالت ایساگی به اونازی برسونیم. خب عزیز، این که شد همون قبلی که، یعنی الان جلوی ایساگی رو بگیرید میتونید توپو به اونازی برسونید تا گل بزنه. مگه دفاع بلولاک حالوئه که بذاره راحت رد بشین؟ از این گذشته بلولاک رئو رو داره که میتونه سبک بازی دیگران رو کپی کنه. حتی اگه ایساگی رو بگیرید رئو جاشو پر میکنه و اون وقت باید جلوی 2 تا ایساگی رو بگیرید. در حالی که کاسا داره تو رویای شکست بلولاک به سر میبره، آریو پیداش میشه و به اونازی میگه من جلوتو میگیرم.
میکنم. اونازی هم بهش میگه که بعدش میخواد چیکار کنه. آریو ادامه میده من تکنیک جدید سری هنرهای رزمی که ایگو بهم داده بود و تو 14 روز یاد گرفتم. تکنیکی که توسط مدافعین تو مقابله های 1 در برابر 1 استفاده میشه. اصل فاصله در جودو. آقا جلوی اونازی گسترش قلم رو میزنه و گیرش میندازه. برای خودش جادوگر جوجوتسویی شده با اون قیافش. آریو با پیشبینی حرکات بدن و زاویه دید حریفش میتونه حرکت بعدیشو ببینه و وقتی این تکنیک جودو رو با تکنیک دفاعی فوتبالیش ترکیب میکنه تبدیل به تجسم غیر قابل نفوذ هنرهای رزمی میشه. اونازی هر کاری میکنه نمیتونه آریو رو رد کنه. از این رو با پاس دادن به کاسو ازش میخواد که بهش ایده جدیدی برای مقابله با بلولاک بده. اما قبل اینکه کاسو بتونه توپو به جایی برسونه یا ایده جدیدی رو ارائه بده نیکو با اورا از ناکجا پیداش میشه و با یک حرکت فوق العاده توپو ازش میگیره و بهش میگه اونطوری که فکر میکنی نمیشه، شمایید که قرار له بشید. نیکو واقعا تبدیل شده به یکی از MVP ها و بهترین بازیکنهای بلولاک تو این جام جهانی. نیکو نه تنها جلوی شوت خطرناک اونازی رو گرفت بلکه بهشون اجازه بازی سازی هم نمیده. کاسو که هیکلی بزرگتر از نیکو داره تو شوک فرو میره چون نمیتونه باور کنه که کسی مثل نیکو که بدن کوچیکتری داره اینقدر بدنش عضله‌ایه. تو نامه تمرین 14 روزه ایگو بهش گفته بود که از نظر ذهنی واقعا باهوشه، پس بدنی برای خودش بسازه که با ذهنش هماهنگ بشه. برای همین تمرین اختصاصیش رفتن به باشگاه بدنسازی بود که اینجا عضله و مایچه‌های قدرتمند نیکو رو میبینیم که به شدت خودشو از این رو به اون رو کرده. نیکو با هل دادن راحت کاسو میگه ساده بود، فقط تعداد زیادی وزنه زدم. وقتی نیکو توپو برمیداره و میره کاسو بدو میفته دنبالش و اشاره میکنه که نسبت به اطلاعات قبلیشون بلولاک تکامل پیدا کرده و الان هم دارن ضد حمله میخورن. ژاپن نه تنها تو 3 دقیقه گل زد بلکه الان بازم با یک ضد حمله دیگه میخواد دومی رو هم بزنه. با این وضعیتی که داریم جلو میریم نیجریه قرار گل بارون بشه. کاسو به جای اینکه بگه مسیر توپو ببندن یا اینکه نیکو رو بگیرن به هم تیمیاش میگه که ایساگی رو بگیرن چون تیم خودش وابسته به اونازیه فکر میکنه که بلولاک هم همینطوری و وابسته به یک بازی کنه که اینجا نیکو با گفتن اینکه براشون مهم نیست که این قسمت رو باز گذاشتن توپو با یک پاس بلند به یکی از بهترین ها میرسونه یعنی رو میکاگه. بله بچه‌ها رو با یک استوپ عالی توپو کنترل میکنه و از دقت پاس نیکو تشکر میکنه. نیکو هم با اشاره دست مشهورش بهش میگه که برو مارمولک. کاسو از اینکه توپو به ایساگی ندادن شاخ در میاره و هولکی به هم تیمیاش میگه که ممکنه به هر کی پاس بدن و حواسشون به همه باشه، ولی به بدبختیش رو با ظاهر شدن اورا شروع به کپی کردن میکنه و کسی که کپی میکنه باچیراست که توی تمام صفحه زیبا میبینیم که چه کپی هم انجام میده. رو کسی رو کپی کرد که به نیجریه گل زد، یکی کم بود، الان باید جلوی 2 تا باچیرا رو بگیرن. از الان نیجریه پرچم سفیده رو بده بالا که وضع کلا خرابه. باچیرا به کنارش میاد و ازش میپرسه کپی کردن تموم شد پس بزن بریم باز و اینجا حرکت زنبوری این دو شروع میشه. کاسو با دیدن تمام این اتفاقات تو شوک کامل به سر میبره و میگه این دیگه چی بود؟ یعنی بلولاک اونقدر لوله‌شون کرده که دیگه نمیدونه چی کار کنه. فکرشو بکنید بیشتر تقصیر خودشونه. چه انتظاری دارن وقتی بعد از شکست تاکتیکشون دوباره همون تاکتیکو اجرا میکنن؟ فکر کردن که بلولاک فقط ایساگی و بقیه میشینن نگاه کنن تا اونا گل بزنن. با چیزی که من میبینم نیجریه هیچ شانسی برای پیروزی نداره. ادیتورم در موردش نوشته نیش زدن مثل زنبور، رقصیدن مثل پروانه. فرم جدید حمله ژاپن شکل گرفته و عنوان چپتر بعد من اینجا هستم هستش. این عنوان همون حرف همیشگی اونازیه، یعنی این بشر دست از سر این حرفش حتی بعد از مسخره شدنش توسط ایساگی بر نداشت و ممکنه جلوی حمله یا شوت رو رو هم بگیره. حرف از رو شد. حرکت دوتایی رو باچیرا اصلا قابل پیش بینی نبود چون همین باچیرا بود که باعث حذف ناگی شد، ولی رو نشون داد که یک ایگویست واقعی باید به فکر موفقیت خودش باشه، درست مثل ناگی که به بلولاک خیانت کرد. به احتمال زیاد چپتر بعدی بیشتر به رو و تمرینات 14 روزش برای کپی کردن بازیکن‌های دیگه بلولاک بپردازه. من امیدوارم حداقل یه چیزی از نیجریه ببینیم و بازی اینقدر یک طرفه نشه، چون اگه بازی اینطوری بمونه ما دیگه تعویضایی که سرنوشت بازی رو عوض کنن نخواهیم داشت. پس اونازی که تو اون پنل شوکه شدن بازیکن‌های نیجریه نبود احتمالاً داره دنبال توپ میره، ولی اگه اونازی دنبال توپ بره ایساگی هم میره تا جلوشو بگیره و حرکتشو خنثی کنه. شما چی فکر میکنید؟ حتما توی کامنت ها بگید و روی ویدیویی که روی
روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش. دوستتون دارم و شما رو توی ویدیو بعدی خواهم دید. آیرو گنگ بدرود.